جانب رکتور شکایت پیشنهاد شده است. در نشست خبری دادگاه‌های ولایت سوخت آخر هفته گذشته بعضی جزئیات بازداشت و زندانی شدن دو منصبدار دانشگاه خوجند آشکار گردید. دلاور میرزا حامدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند گفت که طبق حکم مرحله اول از 26 ایون رکتور دانشگاه خوجند ایوب عثمانزاده 7 سال زندانی شده است. همچنین از حق کار در مؤسسه‌های تعلیمی به مدت 5 سال محروم گردیده است. ولی رئیس دادگاه این را هم علاوه کرد که احتمال بازبینی حکم وجود دارد. حکم سود اعتبار کامل پیدا نکرده است. در صورتی که اگر پرونده با شبهه کساتیونی به سود ملت ارسال کرده شود و مورد بررسی در مرحله کساتیونی قرار گیرد، حکم اعتبار کامل پیدا می‌کند. میرزا حامدزاده همچنین افزود که جرم اساسی مدیر دانشگاه گرفتن رشوه بزرگ است. معلوم نیست این پروفسور تاجیک از کی و چقدر پاره گرفته است، ولی تنها یک حالتش با اجرا کننده مدیر فاکولته کیمیا و بیولوژی همین دانشگاه پرویز پولادی پیوندی داشته است. در نشست خبری گفته شد که محض با شکایت همین استاد دانشگاه رکتور را بازداشت کردند. رکتور دانشگاه ماسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فاکولته برای به وظیفه تعیین کردن محکوم گذاشت. ولی پیش از حکم 7 سال حبس رکتور همین دادگاه روز 13 ایون پرویز پولادی را به 17 سال زندان محکوم نموده بود. جرم او نیز رشوه‌ستانی و جنایت‌های اخلاقی گفته میشد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته پولادی در بازداشتگاه شهر خوجند به طور مرموز فوتید. به پیوندان او گفتند که فشارش بلند شده دلش از کار مانده است. در همین حال از سوی یگان نهاد انتظامی خبری رسمی از این حادثه رسانه‌ای نگردید. نظری وکیل دفاع هر دو استاد دانشگاه به حکمها معلوم نیست، ولی پیوندانشان گفته بودند که برای عدالت مبارزه خواهند برد. این هم در حالی است که رشوه‌ستانی استادان دانشگاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های طولانی گردیده بود. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریباً 50 مورد رشوه‌ستانی آشکار گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیون در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.